به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. سلام و درود به پایان نثار یک و یکی شما دانش آموزان و زبان آموزان گرامی. درس 29 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. خب در این درس درباره present continuous صحبت خواهیم کرد. خب یک لحظه دوستان. بله، present continuous یعنی زمانی حاضره دوامدار. present گفته یعنی زمانی حاضره رو در نظر دارند، continuous یعنی دوامدار. خب I, we, you, they question negative. در رسم یکم نگاه کنیم. میگه I am singing on TV. I am singing on TV. I am singing on TV یعنی من در تلویزیون سرود سراییده شدم. من در تلویزیون سراییده شدم. یعنی در رسم دوم نگاه کنیم. Dave, you aren't playing basketball. You aren't playing basketball یعنی توتی میگه دیو تو بسکتبال بازی نکرده ایستاده. یعنی زمانی حاضره دوامدار رو افاده میکند که یعنی تو حاضر همون کار رو انجام نداده ایستاده. You are sewing, you are sewing, you are sewing یعنی تو یعنی دوخته ایستاده، یعنی دوختن، لباس دوختن رو یعنی sewing میگن. خب we are dancing یعنی ما رقص کرده ایستاده‌ایم، یعنی عین زمان همون کار رو انجام داده ایستاده‌ایم، یعنی رقص کرده ایستاده‌ایم مثلا. و توتی میگه در اینجا یعنی توتی تخمینا یعنی خواب دیده ایستاده است یا که فکر کرده ایستاده. میگه they are eating spinach یعنی اونها اسفناج خورده ایستاده. am I dreaming آیا من خیال کرده ایستاده‌ام؟ آیا من مثلا آرزو کرده ایستاده‌ام یا خواب دیده ایستاده‌ام؟ یعنی dream خیال رو میگن، خیال کردن، آرزو کردن. خب در اینجا جمله های مثبت I am singing یعنی که I'm singing این بود فعلی to be یعنی همون verb to be همراه جانشینی شخصی یکم. اما همراه جانشین های شخصی we, you, they are میگیرد. are شکل پره است و re شکل مختصر. مثلا where یعنی که we are یعنی که where your there مثلا we are playing ما بازی کرده ایستاده‌ایم. you're playing شما بازی کرده ایستاده‌اید. they're playing اونها بازی کرده ایستاده‌اند. جمله های منفی negative یعنی منفی. I am not singing یعنی من سرود نسراییده ایستاده‌ایم. we are not playing ما بازی نکرده ایستاده‌ایم. you are not یعنی که you aren't playing یعنی تو یا شما بازی نکرده ایستاده. they aren't playing اونها بازی نکرده ایستاده. questions یعنی جمله های سوالی. am I singing am I singing یعنی آیا من سراییده ایستاده. are we singing are you dancing are they dancing Yes, I am. No, I am not. No, I am not. یعنی که no, I'm not. Yes, we are. No, you are not. یعنی که no, you aren't. No, you're not. No, you're not. خب یک لحظه دوستان. بله. No, you're not. در اینجا توتی میگه we use the present continuous for something
that is happening at this moment. یعنی ما زمانی حاضره دوامدار رو در حالت استفاده میکنیم که اون چیزها یا اون کارها عین زمان رخ داده ایستاده‌اند. یعنی happening رخ دادن می شود. happening رخ داده ایستاده است. at this moment یعنی در عین زمان، در عین حال. یعنی moment گفته یعنی عین زمان، عین حال، یعنی زمانی حاضر، یعنی الان رو در نظر دارد. خب در اینجا باشد تمرین هست. تمرین ها کار میکنیم. write نویسید positive I am reading a book یعنی عین زمان من کتاب خوانده ایستادم. I am reading a book. یعنی که we در اینجا دو عدد we are doing our homework. ما وظیفه خانگی ما رو انجام داده ایستیم. They are eating ice cream. آنها یخماس خورده ایستاده‌اند. You are talking to your friend. تو همراه دوستت گپ زده ایستاده‌ای. You are flying یعنی تو پرواز کرده ایستاده‌ای. Watch یعنی تماشا کردن. I am not watching TV. من تلویزیون تماشا ندارم. We are not playing basketball. ما بسکتبال بازی نداریم. They are not drinking یعنی آنها they are not drinking orange juice یعنی آنها شربتی افلسون نخورده ایستاده‌اند. You are not listening to me یعنی تو و من گوش نداده ایستادی. یعنی تو مرا گوش نداری یا شما مرا گوش ندارید. walk You are not walking یعنی تو راه نرفته ایستاده‌ای، یعنی که شما راه نرفته ایستاده‌اید. What's happening now یعنی عین زمان چی رخ داده ایستاده است. Write true answers یعنی جوابهای درست را نویسید. Are you studying English یعنی میگوید آیا are we studying English آیا ما زبان انگلیسی آموخته ایستاده‌ایم؟ یعنی انگلیسی آموخته ایستاده‌ایم. Yes we are. بله ها. Are you wearing a shirt? Yes I am. مثلا are your friends playing basketball? No they are not. Are we looking at our books? Yes I am looking. Yes I am. جواب کوتاه yes I am. یعنی که جواب اگر پورا گوییم yes I am looking at my book. خب are your mom and dad working آیا پدر و مادر تو کار کرده ایستاده‌اند؟ Yes they are. Are you listening to your teacher آیا با معلمت گوش داده ایستاده‌ای؟ معلم رو گوش کرده ایستاده‌اید؟ Yes we are. خب تمرین دیگر میگه look read and write یعنی نگاه کن، بخوان و بنویس. It's Saturday afternoon یعنی امروز روزی چی است؟ شنبه است، بعد از نصف روزی است. Where are Zoe یعنی زوی در کجا است. Dave and Brain Where are Zoe, Dave and Brain یعنی زوی، دیو و برین در کجا هستند. What are they doing یعنی اونها چیکار کرده ایستادند. خب در اینجا نگاه کنیم جمله سوالی است و در اینجا کلمه گو آمده است. Where are you Why are you going out یعنی برای شما با بیرون رفته ایستاده‌اید. و در اینجا باشد میگوید hey wait یعنی میگوید hey منتظر شوین. wait یعنی انتظار، منتظر شدن، منتظر باشید. you are walking very fast یعنی شما
شما خیلی تیز راه рафта ایستادید، تیز راه گشته است این مقصد walk. خب رسم چهار نگاه کنیم. جمله منفی است. They are don't listen. They are not listening to me. They are not listening to me. یعنی اونها با من گوش نداده ایستاده‌اند. Sorry Karki, we are going to the cinema and we are late. یعنی ما با سینما رفته ایستاده‌ایم و ما دیر کرده ایستاده‌ایم. خب در اینجا باشد جمله یکم جمله منفی است و جمله دوم جمله خبری است. They are they are don't play with me. They are not playing with me. یعنی اونها با من بازی نکرده ایستاده‌اند. I am going home یا I am going to home. مثلا من به خانه میروم. خب یا درس کمی زیادتر می شود. خب در همینجا همینقدر اکتفا میکنیم. باز از درس آینده یعنی درس 30 از صفحه 82 آغاز میکنیم. این بود درس 29 از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتابی نیو گرامر تایم 1. موفق و مؤید و سربلند باشیم.